سلام، خیلی مخلصم. قرار یک چالش خفن در کنار آقا مهدی امینی، آقا مهدی تبریزی، آقا مهدی حسینی و مرتضی حمید نازنین برگزار کنیم. یه بازی خیلی خفنیه که با شمها قراره این چالش رو انجام بدیم، به این صورتی که ما فوت میکنیم، نفر در کنار میز وای میسه، فوت میکنیم. هر جای اون شم خاموش بشه آقا مهدی، اون کنار دستیش حکمشه، چه تخم مرغ باشه، چه نوتلا باشه، چه کاکتوس باشه، چه ایرپاد باشه، چه آیفون 12 پرو مکس باشه. یعنی شما اگه بتونید شمو از اونجایی که آقا مهدی وایساده فوت کنید و به اینجا برسونینش، آیفون 12 پرو مکس برنده میشین. اگه تا اینجا برسونید ایرپاد برنده میشین. اگه تا اینجا باشه باید با دست کاکتوس رو بگیرین. تا اینجا باشه باید کاکائو و نوتلا رو میل بفرمایین برای خودتون. حالا میتونم ببرم. اگه تا اینجا باشه فلفل خیلی تند و دو تا تخم مرغ هم توی شمع اولی نصیبتون میشه. آقا به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ آیفون رو میبرم. چند تا سال میبرم برای صبحونه. آیفون 3 تاست نه؟ آیفون به نه یه دونه آیفون میدونم. ببینید یه دونه آیفون برای کسی که تا اینجا فوت کنه. ما چند تا آیفون داریم، هر کی تونست دیگه. آره آیفون 12 پرو مکس آکبنده و اینکه مبارک کسی که تا اینجا بتونه فوت کنه. آیفون منم جلوی صبحمون رو ببریم رفت. کاکتوس برای صبحونه، برای کاکتوس دم دست خوبه. پس بریم که ببینیم چه اتفاقی میفته. خب برای اینکه کی میخواد اولین نفر فوت کنه تاس میندازیم. آقا مهدی شما اولین نفر تاس بندازین، هر کی کمترین عددو بیاره اولین نفر فوت میکنه. بله بفهم. خب آقا مهدی مجموعاً 5 آورد. آقا مهدی هر کی کمتر بیاره اولیه. بله 5. آقا مهدی 4 آورد. آقا حسینی 6. آقا مهدی 4 3 و من آخر جفت. اول مرتضی حمید میندازه، بعد شما میندازین، بعد شما، بعد آخرین نفر من. مرتضی فوت کن. شانس نداره. گفتم اول مرتضی میندازه بعد فوت کن. میخوای شما از اونجا فیلم بگیریم؟ ماشاءالله. این چون فوت محترم میخوام بکنم صدا باید ادیت بشه. متاسفانه همونطوری که می‌بینید تا شمع دوم خاموش شد و مرتضی جان باید 5 قطره از فلفل ما رو میل کنه. دهنتون رو وا کنید و همینطور توی چیز بذارم تو دندون. نه شما سرتون رو بالا بگیرید، من ادامه‌شو انجام میدم. اصلا تبم گرمه. بچه اهوازم، بچه آبادان جنوب بفهم. آب که بدتر میشه. فلافل میزنم. دهنتون رو بالا بگیرید. میسوزونه. بریم قطره‌اش بشمارین. 1 2 3 وایسا 4 اینم 5 6 تا شد. دمت گرم. بخور قورت بده. نه چرا دور این قورتش قورت تو بعد قورت بده. آره دور من نشون بده که خوردی. نشون زبونتون نشون بده. ماشاءالله دمت باش. عالی بود. عالی. 5 تا افتخارش دست جانانه عالی بود. مرسی. منم میرسم. صدا منم اونطوری شد به خدا. همونطوری که میخواستم. خب نفر بعد آقا مهدی تبریزیه. ببینیم چه خواهد شد. خیلی تند بود. من راجع به ستاشو بچه خودم رو بیشتر از 2 تا نمیدونم. خیلی تند بود. نمیشه جای تخم مرغ و فلفل عوض کنی؟ خب الان بازی تموم شده. به بالا فوت نباید بکنه، به پایین فوت کنه. قرار بود دم گوشم گفتی بعد بله فلفل رو داریم در دستین.
فلفل واسه قلب خیلی آب بیاری؟ برای هر آب بیار. آب هم بدون آب نه بعدش بخوریم بعدش. آمدی با اجازتون همین آخه این قضیه اولش خوردنش اصلا مشکل نداره. خیلی حالا تبلیغات محصولم شد خیلی بعدن که آدم بخواد اینو صبح بعد تو میپرسی پس بده خیلی با سوزش انجام میشه. آماده ای؟ بازی دردناک چیه آقا؟ بریم 3 2 خروجی مشکل داره بازی دردناکی 1 2 3 4 میشه فردا چی میشه 5 دست خوش چطور شد؟ من سه گوزی میدیم خوشمزه گوجه من ببین دارم صحبت میکنم خوش بیا. تو لیوان قاتلم دارم آب بخورم. مرسی واقعا دست شما این که بدتر شد که. میریم واسه آقا مهدی حسینی چطوری؟ بعدش آقا مهدی حمیدی آقا بریم آقا اوکی بیاین آقا مهدی باید فوت کنه بیا بریز من شرکت نکنیم توخه مرغ داریم در دستیم دست بگیری دستمال بیار دستمال بیارید اینا داداش اینا آقا در میرسه بعد سر بذار بریزه اوکی آقا بذار بریزه آقا شما باید میل کن اون تازه نداری دند باز بالا. نوش جونه سهله بود بذار بهت خوش بگذره آقا فقط لذت نبرد نشون بده. واقعا مرسی خب آقا مهدی امینیه فکر کنم آقا مهدی میخواد آیفون 12 آیفون 12 آقا مهدی هیچ کی تا حالا نتونسته از دومین شم رد بشه بزن از آخر بگیر که آقا مهدی میخواد تو آخرین شم آه این شم اول دوم قدشون از اون سومیه چیزتره به خاطر آره از بالا باید فوت بشه. برم یعنی در این حد اصلا فشار بدیم بغل ریزی خیلی چیزا آقا دیازه داشت آره باکتوس دیگه اسمش روشه. محبت کن بهش بغلش کن تبریک بگو اوکی آقا ماشاءالله اوکی تا صبح بعد بشینیم حالا اینا رو بیا جلو نه کمه. بیا جلو ببین خدا سرجه این کاکتوس هیچکی نمیتونه دست بهش بزنه کم بود. ماشاءالله آقا مهدی فوت کرد تا ایرپاد برنده شه ولی تو کاکتوس شم خاموش شد و هنو داره در میره نکن خب آقا میریم سراغ خدا آقا تبریزی آقا نوبتش آقا مهدی برو آقا یه نخواهده آقا صبح اینا دیدنی ولی من تا آیفون 12 پرو مکس میخوام فوت کنم ولی تا اونجا که نه ولی تا این سومیه نه تا سومیه میخوام من کاکائو بخورم آماده این برو اون جایزه است یه چیز نیستش. خاموش شد اون رو چون میدونی نفرها ده قطره میکنه من پارک میاد من چون برادرم من دلم نمیاد. آمدی. من هیچ تا قطره. نه. این آقا بعد نامردی میکنه از همون برم خواهی بریم لمت کدوم بره؟ 1 2 3 4 5
12 سلام. 5 آه بیا تمام شد برای خدا وکیلی میخورد میسوزون. این فیلم این اگه چیز نشه تبلیغات نشه گالری داوود این ایرانی ها میدونن که چقدر تنده یه دست چقدر تنده یه دستی هم یه دست دیگه هم آقا بده. اوکی من چون میخوام تو داستان رو برم میسوزه. یه بار دیگه تاس بنداز من تو فیلم برداری که داشتم میآوردم رو پام بود، هی پادستم نگه داشته بودم، هی میخورد دستم کلا میسوز داره. بریم یه ست یه دیگه تاس دیگه بندازیم نریم. آمدی دوست داری شو یه بار دیگه امتحان کنیم؟ عالی بود ولی وقتش وقتش. آقا مرسی که تا اینجا ما رو نگاه کردید. آقا فیلم بردار لطفا من از یه بارم اول میگیم بگیم امتحانی بزنم چون پلر داشتش یه بار دیگه امتحان آره، بزن. ولی چیزا ولی رو هیچکی نتونه اجرا جایزه برنده نمی‌کنه. بشه. اجرا رو چیز نمی‌کنم تو چون کوکو آمدی با یه بار هم هم دیگه آره. بدون حکم. می‌خوای همه با هم فوت کنیم. نه شاید برو نه همون بود خدا رحم کرد. 5 تا سوس می‌ریز کنیم. آن اجازه است ما برم برو شما بریم ماشاءالله. کاکائو این سری برنده کاکائو شده آب جا. شیرین. ولی بازم بهتر از کاکتوس بود. آره. کسی میخواد باز تست کنه؟ اینو میگه چرا بودن امتحان کنیم آقا جان، یه جوری بله. فوت کن. فلفله رو خورده بودن میخوام یه رو فوت کنم فیلم بردار برم اون آه. قشنگ یه خورده اجرا شده. آقا دانی خالی بنده. برو برده تکون نخوره برو. خودت هم برو باهاش داره میره. ولی یه دونه پیشرفت داشتم من گلوم داره میتری خدا من حامد برو. یه دونه برم میرم تا کجا. یه کلیه کنم. بعد باهاتون خداحافظی کنیم دیگه. آقا ما رو لایک کنین، کامنت های شما باعث دلگرمی ما میشه. سابسکرایب هم که یادتون نره، واسه دوستاتون شیر کنین، از ما حمایت کنین. کلیپ های جدید تو راهه. ماشاءالله ببین چیکار کرد. پارچه میز بیلیارد و ترکون آقا مرتضی حمید. از همینجا شما باید تمام اینو بخورید. توی ویدیوی بعدی بعدی می‌بینید حتما. توی ویدیو بعدی الان نه دیگه. ان ان شاءالله یوتیوب رو بزنن.